خشواندان گلمرود حلیمов میخواستند با هدف پیوستند به داعش به افغانستان فرار کنند. همون واردشوی و گروه‌های دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. حاضر ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده. گنرال آمریکایی گفت تمرین بین‌المللی نظامی در فخرآباد به وضع افغانستان ربطی ندارد. و وزارت کشاورزی از بالاروی نرخ کارتوشکا که از 3 سومانی بیشتر شده است حمایت کرد. دهقان توانست که با اقتصاد بازارگانی داخل شود. و حالا تفسیر خبرها. مسئولین ریاست امور داخلی ولایت ختلان میگویند خشواندان گلمرود حلیمов پلکوونیک فراری توجیک با هدف پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی میخواستند به افغانستان فرار کنند. اینجا خسته نقشه‌بندی کرده، طرح‌بندی کرده، همه اینا آماده کرده، نقش کرده، رفتن به اونجا برای عبور کردن. این مقصد معلوم بود که همون واردشوی و گروه‌های دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. حاضر ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده. سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان در نشست خبری روز 20 ایول افزود کارمند این ساختار انور حسینов که در عملیات مجروح گشت از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده است. در پی عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخصی نزدیک گلمرود حلیمov خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. خشوتبار حلیمov بعد حادثه زد و خورد در واسه به رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه ها به خاطر کار در ناحیه حصار از خانه بیرون شدند. جسد 4 نفر کشته شده روز 10 ایول تحت چاره‌های امنیتی در دره فونی ناحیه ورزاب به خاک سپرده شد. ساکنان دهه شیرگواد ناحیه درواز 10 روز اینجانی برای رفت آمد مجبورند که از روی پر از نشیب و خطر استفاده برند. این راه از بلندکو می‌گذرد و مردم برای رسیدن به دهه‌های دیگر ناچار آن را عبور می‌کنند. راه اساسی این ناحیه 9 ایول در پی تغییر یافتن مجرای رودخانه 5 تا 10 متر زیر آب ماند و هنوز برقرار نشده است. زرانگیز نوروشا و براد یوسفی روای خطرناک ساکنان را از نزدیک مشاهده کردند. پیره‌های باریک و مخوف کوهی برای ساکنان دهه شیرگاوت و مردم کارافتاده در ناحیه درواز یگانه وسیله ارتباط باقی مانده است. راه ماشینگرد دوشنبه خارو خراب است. با غرق شدن قایق نجات بخشان با 6 سرنشین و هلاکت 3 نفر آنها با شمول یک کودک 10 ساله حرکت قایق ها نیز ممنوع شد. مردم دهه شیرگاوت پیره‌های کوهی با بایی را اندکی ترمیم کرده مثل 10 ساله ها پیش از طریق آن عبور و مرور میکنند. آوری کتیبت همون راه کتیبات چیز تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد. از آدم ها از این طرف به اون طرف با واسطه راه رفت آمد کردند. این پیره‌های کوهی که قله آن در 400 متر بلندی جایگیر است در جانب دهه شیرگاوت خیلی وخیم و مشکل گذر است. خاک کوهستانی باشی مشکل نیست. اگر شهرهای کلان بیاد کم کم یکی یاردم میکنن بچه‌ها من کسی را مشکل باشه یاردم میکنن میگذرونن. مردم دهه شیرگاوت و دهات اطراف آن اگر با کلاب، خرغانتپه و یا دوشنبه سفر داشته باشند مجبورند که این پیرهه را عبور کنند. حتی مقامات و سازمان‌های کمک‌رسان اجباراً از طریق این راه خوفناک و مردم سیل‌زده کمک می‌رسانند. 4 نقطه یاری اول و یاری روانشناسی را شده ایستادیم کشیدیم البته و امروز همه تجهیزات‌هایی که آوردگیم از سبب نبودن نقلیات و نبودن راه ما پیاده همه این رو به پشت سر کشانده آوردیم و نقطه های باوری خودمون نقطه های همون یاری اول و روانشناسی ما رو از تجهیزات ها تامین میکنیم. این پیره‌های کوهی که امروز برای کمک مردم آفت‌زده دهه شیرگاوت به کار آمده است در گذشته راه نجات و پیشبرد زندگی مردم منطقه بود. طلبه بیم خر گاو و بز و همه میمان میرفتن. امی سعادت هم زی میمان میرفتن همه خطیراش و آدم ها و خراش و بار خرانی با جر میشین و چه میرفتن نمیتونستن چو گرفتن بیا و بره نکردم نمتری میرفت
برای گندم برای کولا و بچه جزم یا مرکاب پشت میکردن یا گود برای گندم میرفتن از کولا گندم پشت میکردن. راهی ماشینگرد از طریق شیرگاوت در سال 1961 بنیاد شد. مردم دهه از مشکل و حوادث این پیراهه کوهی آزاد گشت. اما با گذشت 56 سال راهی که تقریباً به گوشه فراموشی رفته بود به راه نجات مردم این منطقه تبدیل شد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. پرونده جنایی ظفر پیرов ساکن نویه وسه برای به خودکشی رسانیدن همسرش به دادگاه ارسال شده است. شهباز نیازی دادستان نویه وسه روز 20 ایول در نشست خبری گفت دادگاه نویه وسه به زودی بررسی این پرونده را آغاز خواهد کرد. به گفته مقامات ظفر پیرov بازداشت نشده است و حالا به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. رجب خورشیدی 18 ساله بعد از 40 روز عروسی و بحث درباره پاکدامنی‌اش ماه گذشته سیرکو خورده جان داد. قضیه بکارت و فوجیه رجبی در یک ماه آخر یکی از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. امروز در آزمایشگاه فخرآباد تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای آسیا و آمریکا آغاز یافت. رهبری این تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان بر عهده دارد. آزمایش نیروها در زمان برگزار می‌شود که گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورده بنا به خبرها گویا بعضی از جنگجویان به افغانستان راه یافتند. ولی مسئولین همکاری‌های منطقوی نیروهای آمریکا روز 19 ایول در نشست خبری گفتند که این مشق‌ها به وضع افغانستان ربط ندارند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. 20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. گنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری‌های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 19 ایول در پایان مشق‌های فرماندهی استادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات‌ها برای نگهداری ثباتند. عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که به مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی‌ها برای رفع آفت‌های طبیعی و برگزاری عملیات‌ها برای نگهداری ثبات جوابگو می‌باشد. همزمان گنرال آمریکایی تاکید کرد که این آزمایش بین‌المللی به تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه‌های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد. این مشق‌ها با وضع ناآرام در نزدیک مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد. بنا به معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چارچوب همکاری‌های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه‌های امثال مبارزه با تروریسم، مبلغ‌گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین‌المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می‌کنند. این تمرین‌ها در چارچوب همکاری‌های منطقوی 2017 برگزار می‌شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است. این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می شود. آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوست از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوع آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند. برنامه را ادامه میدیم. 20 ایول سال 2016 در کیف پاول شیرمت یک ژورنالیست معروف بلاروس در نتیجه ترکیش ماشینش کشته شد ولی تا هنوز قاتل او به جوابگاری کشیده نشده است. این روزنامه‌نگار شناخته در روی حقیقت و دموکراسی از تنقید هیچ یک سیاستمدار استحاله نمی‌کرد. این است که به گفته تحلیلگران افراد زیادی والامقام برای باز شدن اسرار این کشتار مایل نیستند. مومن احمدی در این باره گزارش می‌دهد. Утро Павла Шеремета.
برنامه صبحگاهی در رادیوی کیف علکی شروع شد ولی مجری آن همانو دیر میکرد. Він десь до нас у дорозі вже летить, щоб зустріти цей день разом із вами. Поки що з вами. صبح تازه فرا میرسد. پاول شریمت حالا در راه است و به سوی ما شتاب دارد تا با شما ملاقات کند. پاول شریمت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش ترک کرد. В результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет по информации. برنامه را بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پی ترکیش ماشین روزنامه‌نگار پاول شریمت به هلاکت رسید. پاول شریمت همگی چند دقیقه پس از ترکیش در ماشین یاری تعجیلی فوتید. دفعتاً معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگر کشتار را پیدا کنند. شریمت در 3 کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید می نمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است. قضیه پاول برای پرزیدنت در مراسم دفن او انجام شد. همچون انسان او هر کاری که از دستش آمد انجام داد. به مراسم دفنش آمد. ولی چون پرزیدنت او کاری را که باید میکرد انجام نداد. او جریان تفتیشات را پیگیری نکرد. از لحظه کشتار پاول شریمت 1 سال سپری شد. در این مدت هیچ یک فرضیه قانع کننده پیدا نگشت که ریشه این جنایت را آشکار کند. عامل‌های تحریک دهنده و دستاندرکاران احتمالی این جنایت نیز تاکنون ناگشوده باقی مانده است. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک دیگر فایده و ضررشان را خوب میدانند و محصولات خود را ارزان نمیفروشند. این حرفهای مسئولین وزارت در حال صدا میدهند که هفته‌های اخیر نرخ محصولات اساسی کشاورزی از جمله کارتوشکا در بازارهای پایتخت بالا رفت. ولی کارشناسان عامل اصلی پایان نرفتن نرخ را به کمچینی محصولات ربط میدهند. مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1 سومانی و 45 1 سومانی و 50 دیرم بوده ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3 سومانی و 40 دیرم تا 4 سومانی است. امروز در کشت زراعتی کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصاد بازارگانی داخل شود. محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد. جناب ستاری میانه روها را نیز در بلند بردن نرخ‌های محصولات تاثیرگذار دانست و گفت آنها سر هر کیلوگرم محصولات قریب 1 سومانی علاوه میکنند. ادعای وزیر کشاورزی در حالی است که هنوز بحث بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است. کجا میروم خب پیاز کارتوشکا در تلویزیون گپ میزنن. من همین حیرانم آخه. کی ارزون میشه؟ کم بغل زورش میاد. 1 کیلو کارتوشکا 3 سوم پیاز 4 سوم خریدم. لو از زورش میاد. تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها میگویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سالهای قبلی ارزان نخواهد شد. دوره‌ای که سبزی 20 دیرم بود، 30 دیرم بود، پیاز 50 دیرم بود، کارتوشکا 60-70 دیرم بود. دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخت و دوره گذشت رفت. خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخباری از این بیشتر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوتیوب کانالی مخصوصی ماست که نوارای دیدن را پیشنهاد شما می‌کند.